دوستان سلام و عرض ادب. اومدیم برای ارزیابی چراغ‌های عقب پیکان وانت. ببینید در مرحله اول دقت داشته باشید این کلید اگر مشکلی براش پیش بیاد چراغ‌های شما به درستی عمل نمیکنه و اگر این سیما جابجا وصل بشه چراغ عقبای شما باز به درستی عمل نمیکنه. این کلید رو حتما مد نظر داشته باشید تا بریم سراغ مرحله بعدی. تو مرحله بعد ببینید چراغ خطر و چراغ ترمز باید دو کنتاکت باشن. حالا اگه این مجموعه رو شما نمیدونید میتونید چراغ قرینه سمت شاگرد یا سمت راننده رو باز بکنید و اون دو کنتاکت رو پیدا بکنید. حالا تستش به چه شکلیه؟ شما با لامپ تست میایید تک تک اینا رو از جلو چراغا رو میزنید، امتحان میکنید و خدمت شما عرض کنم میبینید هر کدوم این لامپا خرابی داشته باشه طبیعتا شما بهش پی میبرید.